جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بهترین نعمت دنیا نعمت و متاعه و بهترین نعمت دنیا بعد از ایمان المرأة الصالحه، همسر صالحه. یک همسر خوب مؤمن پاک طاهر که رفیق راهت باشه، مادر بچه‌هات باشه، امانتدار زندگیت باشه، تو رو به عفت برسونه، نگاش بکنی خوشحال بشی، دستور بهش بدی اطاعت بکنه، نمازشو بکنه، روزشو بگیره، شرم و حیاشو حفظ کنه. وقتی هم تو مسافر میشی و غایب میشید، این اوصاف زن خوبه. وقتی که از خونه میرید بیرون مسافرت میرید، تو رو در دو چیز حفظ بکنه، یکی در بستر خواب و یکی در مالت. این دوتا رو نگه بداره، رفیق راه انسان باشه، مشاور انسان باشه، همدم و هم نفست باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه زن خوب زنی است که وقتی نگاهش میکنی شادت میکنه.